فکر میکنید کلید محافظ جان یا RCD ایمنی شما را تأمین میکند و خیال شما را از برگرفتگی راحت میکند؟ اگر اینگونه فکر میکنید با ما همراه باشید تا 5 باور غلط درباره کلیدهای محافظ جان یا RCD را که وجود دارد برای شما بیان کنیم. باورهای غلطی که ممکن است در شما حس امنیت کاذب ایجاد کنند. بزن بریم دوستان. سلام دوستان، به خانه برق خوش آمدید. لطفاً با لایک و سابسکرایب خود از ما حمایت کردید و ما را به دوستان خود معرفی کنید. 5 باور غلط و خطرناک درباره کلید محافظ جان یا RCD. باور غلط شماره 1: کلید محافظ جان جای فیوز و کلید مینیاتوری را میگیرد. یکی از باورهای غلط این است که ما تصور میکنیم کلید محافظ جان میتواند جای فیوز و کلید مینیاتوری را بگیرد. این یک اشتباه بسیار بزرگ است، زیرا کلید محافظ جان فقط برای نشت جریان تا 30 میلی آمپر به کار برده می شود و توان مقاومت در برابر جریان اتصال کوتاه و همچنین جریان اضافه بار را ندارد. جریان اضافه بار 3 تا 5 برابر جریان نامی کلید مینیاتوری می باشد و همچنین جریان اتصال کوتاه بعضا تا صدها برابر جریان نامی کلید مینیاتوری و کلید RCD می رسد. پس اگر ما تعمیدات لازم را در نظر نگیریم و در بالادست کلید محافظ جان فیوز و کلید مینیاتوری قرار ندهیم، باعث متلاشی شدن کلید RCD یا محافظ جان خود می شویم و این بسیار خطرناک است. و همچنین ما با توجه به میزان اتصال کوتاه خود می توانیم از کلید مینیاتوری، فیوز یا هر دو استفاده کنیم. اما چیزی که اینجا مهم است این است که ما باید ترتیب را رعایت کنیم. در بالادست ابتدا فیوز قرار میگیرد، بعد کلید مینیاتوری قرار میگیرد و در آخر کلید محافظ جان قرار میگیرد. کلید محافظ جان 100% ما را در برابر برگرفتگی ایمن میکند. یکی دیگر از اشتباهاتی که رایج است این است که ما تصور میکنیم اگر در خانه خود در محل کار خود کلید محافظ جان داشته باشیم دیگر 100% ایمن هستیم و برق ما را نمیگیرد. دوستان این کاملا اشتباه است. اگر ما فاز را در یک دست بگیریم و نور را در دست دیگر خود بگیریم و زیر پای ما عاجق باشد و یا از کفش‌های عاجق استفاده کنیم، جریان برق از بدن ما عبور می کند و سبب برگرفتگی ما می شود. پس استفاده از کلید محافظ جان متاسفانه برای این وسایل حفاظتی اشتباه است و نام واقعی آن همان کلید RCD یا کلید جریان باقی مانده است. اما ما به صورت عام همینجا از همین کلید محافظ جان استفاده می کنیم، زیرا در بازار به همین نام شناخته می شود. باور غلط 3: کلید محافظ جان نیازی به تست دوره‌ای ندارد. یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که کلید محافظ جان از زمانی که ما نصبش میکنیم تا زمانی که خراب میشود احتیاج به تست دوره‌ای ندارد. این نیز کاملا اشتباه است. ما باید به صورت ماهانه کلیدی که روی این وسیله حفاظتی است را تست کنیم و اگر درست عمل کرد خب مشکلی نیست، ولی اگر درست عمل نکرد ما باید از یک متخصص کمک گرفته و مشکل را حل کنیم و همچنین باید سالانه از یک مجری ذی‌صلاح برق بخواهیم که تست های صحیح‌تر و پیشرفته تری را انجام داده تا ما مطمئن شویم کلید محافظ جان ما که بسیار حیاتی است مشکلی ندارد. باور غلط شماره 4: کلید محافظ جان فقط برای محیط های صنعتی لازم است. این نیز یکی از باورهای غلطی است که در میان ما وجود دارد. کلید محافظ جان فقط برای محیط‌های صنعتی و کارگاهی نیست. کلید محافظ جان برای محیط‌های مسکونی و تجاری نیز 100% واجب است و ما در مکان‌های مسکونی و تجاری خود حتما باید از کلید محافظ جان مناسب استفاده کنیم. غلط شماره 5: یک کلید محافظ جان برای کل خانه کافی است. این نیز یکی دیگر از باورهای غلط است. دوستان من، صرفاً ما با یک کلید محافظ جان نمیتوانیم ایمنی کل خانه خود را تأمین کنیم. در بعضی از خانه ها ما به 2 کلید محافظ، در بعضی به 3 تا و در بعضی از خانه ها برای هر وسیله از یک کلید محافظ جان جدا باید استفاده کنیم. ما یک ویدیو برای این مورد ساخته ایم که شما میتوانید با آن مراجعه کنید و روش انتخاب صحیح کلید محافظ جان را آنجا فرا بگیرید.
پس دوستان من یادتون باشه کلید RCD یا محافظ جان مهمه ولی همه کاره نیست. ما میباید در کنار کلید محافظ جان از فیوز و کلید مینیاتوری مناسب نیز استفاده کنیم و همچنین ماهانه تست کلید محافظ جان را فراموش نکنیم. اگر میخواهیم امنیت خود و خانواده خود را تضمین کنیم حتما میباید در کنار کلید محافظ جان از کلیدهای مینیاتوری و فیوز مناسب نیز استفاده کنیم. دوستان من اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً با لایک و سابسکرایب خود از ما حمایت کرده و ما را به دوستان خود معرفی کنید. دوستانم اگر دنبال انتخاب کلید محافظ جان مناسب برای خانه خود هستید لطفاً این ویدیو را نگاه کنید. خانه برق در مسیر توسعه و پیشرفت. برق برای همه، برق برای توسعه، برق برای زندگی.